شیر علیموف ساکن ناحیه جامی با همسر و فرزندان و نبیرگانش در خیمه و در پارچه زمین زندگی میکند که مقامات به آنها دادند. خانه اشان اولی ماه می زیر خاک ماند. به عائله علیموف ها اسباب روزگار هم دادند و هر روز برای پخت و پز مواد خوراکه و هیزم میگیرند. مردان خانواده با کمک اختیاریانی که حکومت فرستاده است تمام روز به ساختمان خانه مشغولند. با وجود شرایط خاکسارانه زندگی، شیر علیموف از مقامات سپاسگزار است. خواهی خدمت در بیرون خمیران فرزندان همش در درون خمیران سوزه گرمه شب در گرمه روزانه سالخینه بسیار جوی خوبه. خواهی زمین هم جوی سوز داده گیرن جدا کرده گیرن. به هر یکی از 20 عائله‌ای که به خانه و در ماندند 10 ساتخی زمین برای خانه سازی دادند و برای بنیاد یک خانه 4 اتاقی محصولات ساختمانی تقسیم کردند. برای هر عائله نوبسته از تعدادی اعضا چنین خانه می سازند، ولی باید تا نیمه ماه یول منتظر باشند. مردم میگویند از خورد و خوراک کمی ندارند. ارزق پختاسیان نونی تانک پختاسیان برای ما عبیده همه وقت ما گرسنه نیستیم. 3 محل اوقات میتین میخریم جوی خوب هست. مقامات محلی مردم بیخانه را در یگان مؤسسه یا سرپناهی موافقتر جا ندادند و میگویند که تا حد توانستند با آنها دستیاری دراز کردند. خوراک گرم 3 وقت تمامی پوشاک‌های لازمه، مسائل ساختمانی، حتی برای استفاده بردن خوراک، گاز، دیگ و نمیز تندرو رایگان تحفه داده شدند. سیل و لغزش خاک بیشتر از 100 هکتار زمین کش را در محله نوآباد جامی ویران کرد. 15 خانه از بین رفت. از بس که زمین آهسته می‌لغزید، مردم را سر وقت و بی‌آسیب به جای امن و دور از فلاکت کوچ دادند. بانک جهانی میگوید از سال 1992 تا کنون این فلاکت‌ها به اقتصاد تاجیکستان به ارزش بیشتر از 2 میلیارد دلار زیان رسانیدند.